اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. مسئولین وزارت شهدا و معلولین میگویند معاش 6 ماهه معلولان، اطفال یتیم و بی سرنوشت و بیوه‌زنان پرداخته شده است و تا اکنون هزاران تن امتیازاتشان را دریافت نموده است. شیخ حمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت کار تصفیه زمین‌های کابل جدید و تمرکز روی این پروژه یکی از اولویت‌های این وزارت در سال 1402 هجری شمسی می باشد. پروژه بندها، دیوارهای استنادی، کانال و چکدم در مرکز لوگر، ولسوالی محمد آقا و ولسوالی خروار با هزینه 94 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. 8 کودک دیگر که از بیماری قلبی رنج می بردند برای تداوی و عملیات توسط هلال احمر افغانی به شفاخانه داخلی در کابل معرفی شدند. در 12 ماه گذشته 1560 کودک برای تداوی و عملیات توسط هلال احمر افغانی به شفاخانه های مختلف معرفی شده اند. قماندانی امنیه کابل می گوید پلیس حوزه هشتم در یک هفته گذشته 11 تن را به اتهام جرایم مختلف دستگیر نموده اند. با افراد دستگیر شده 3 عراده موتر، 1 عراده رکشا، 3 میل تفنگچه و 1 میل کلاشینکوف نیز دستگیر شده است. شاروالی کابل می گوید در مربوطات ناحیه هشتم حشر تنظیفی و آبیاری درختان صورت گرفت. رئیس شفاخانه ملی نیروساینس شیخ زاید می گوید با حاکمیت امارت اسلامی خدمات این شفاخانه 2 برابر افزایش یافته است و تعداد بیمارانی که به خارج از کشور سفر می کردند 50% کاهش یافته است. مولا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت این وزارت برای اتحاد و هماهنگی میان اقوام 34 جرگه بزرگ در 34 ولایت ایجاد کرده است.